پودر به این تیرگی دیده بودین تا به حال؟ پودر زغالی. با همین پودر میخوام یه نکته هایی بهت بگم به راحتی بتونی همه موهایی که کلوره میشه استوب میکنه تو پایه نارنجی و زردی رو به پایه سفید برسونی. همین الان ویدیو رو سیو کن تا آخر این ویدیو با من باش. بیا ببین چه نکته هایی دارم بهت بگم. خب الان این موهایی که میبینیم، البته این مو تو لول بالا بهمون جواب داده. اینم با پودر سفید والوار کار شده، بی‌نظیر بود. یه جاهایی به من پایه نداده و من میخوام اینو با پودر زغالی کار کنم. اگه موهاتون تو پایه‌های نارنجی و پایه‌های پایین‌ترم استوب کرده، حتما از پودر زغالی استفاده کنین. بیاین تا روشش رو بهتون بگم. یک نمونه از پودر زغالی استفاده میکنم. با سعی کنید که اکسیدن 6% استفاده کنید. موها سیف بمونه، خیلی آسیبی نبینه. حتی اگه میتونید برای موهایی که خیلی توان نداره، میتونید از اکسیدن نیم هم استفاده کنید. اینو فقط به قسمتایی که احساس میکنم به موهای من پایه نداده میام ازش استفاده میکنم. تقریبا 1.5 برابرش اکسیدان میمیسم. دخترا اطلاعات کامل این محصول و اینکه این محصول کجا تهیه کنین براتون تو کپشن نوشتم. حتما کپشن رو بخونید. کاربردش مثل همه پودراست، فقط لیفت پایش عالیه، بی‌نظیره. لایه به لایه به همه قسمت‌های مو میزنم. خروجی کار و انتهای کارم بهتون نشون میدم. ببینید چقدر حرفه‌ای پایه ها رو لیفت میده.